میخوام یه داستان براتون بگم. گوشیامون مثل هم بود. با کلی اصرار، با اینکه حتی گوشی من یه پرو بود، گوشی اون یه معمولی بود، با هم عوض کردیم. با اصرار من گوشیامون رو عوض کردیم به خاطر اینکه یه یادگاری ازش داشته باشم. حتی رمز گوشیشو عوض نکردم، همون رمزی که بود گذاشتمش. تا اینکه رفت شهرشون. دفعه بعدی که اومد منو ببینه گوشی دستش نبود. گوشی جدید دستته، مبارکت باشه. یه گوشی جدید گرفته بود. گوشی منو که یادگاری بهش داده بودم داده بود به مامانش. منم بعد یه مدت که دعوامون شد، گوشیایی که ازش داشتم و باید نشونتون بدمش. ریخته است یکم که نه خیلی به هم